مزار، روستا و قلعه به جاماندهاش امروزه در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی است. جبل نیه یا نهبندان امروزی فراه امروزه شهری از ولایت فراه افغانستان است که شمال ولایت نیمروز افغانستان میباشد. ولایت بست در هلمند است که قلعه تاریخی شهر بست در هلمند هنوز پابرجاست. رودبار همون نوع است که به گفته یاقوت همویی از محلات زرنگ است و با رودبار زمین در جنوب استان کرمان اشتباه گرفته نشود. امروزه در نیمروز افغانستان است. البته نوقان سیستان ربطی به نوقان طوس خراسان هم ندارد. زابل و زابلستان ناحیه‌هایی است که شهر قزنین قصبه آن بوده و بعدها آباد و پایتخت سلاطین غزنوی شده است و محمود غزنوی را بدین جهت زابلستانی خواندند. سیستان پس از اسلام شامل مناطق سیستان در استان سیستان و بلوچستان ایران، جنوب خراسان جنوبی ایران، غرب و جنوب غرب ولایت فراه افغانستان، ولایت نیمروز و هلمند افغانستان است.